گفتاری ادبی. شنوندگان عزیز، حالا گفتاری ادبی را از روی اثر نویسنده خوش سلیقه شریف خلیل در قرائت مغفرت یوسفی بشنوید. من و سگی آواره. وقتی زن و شوهر دلشان سوخته سگ را به آستان در خود اجازتی ورود دادند و مرا با ناسزای از در خانه‌شان براندند، در عمرم نخستین بار به قدر خود تحتاً گریستم. از دل خفه شدم که انسان هستم و انسانم زادند. حالا در کوچه بیکس که از عمق آسمان ستاره‌زارش ریزه های برف خواهم نخواهم فرود می آیند می گردم. مرادم تا صبح صادق نمرده زیستن است. سرد است هوای شب، ایاس دارد چنان خنکی. در این نیمه شب ظلمانی و بلاخیز مرگ در آغوش کوچه های خلوت شهر شادی می کرد. من نفسی به استهزای مرگ را هر لحظه بیخی گوشهایم می شنوم، اما غرق اندیشه های خودم اکنون به مرگ تعقیبگر و سرمای گزنده زیاده اعتبار هم نداده با علم بلند از اعمال آدمان پست فطرت فکر میکنم و خونم همان قدر بجوشد دلی به جراحتم زیادتر سرد می شود. بله، این خیل نسخه ها را در حیات زود دچار می آییم. خیلی بیرحمند. آنها بیشک دل سنگ دارند. پروردگار در سینه شان از ازل یک پاره سنگ را جای داده است. ممکن در رفت زندگی مرکب پس از دیدن گرمی و سردی های زیاد، مردی و نامردی های فراوان، نیکی و بدی های بشمار، آن لختی گوشتی مدام تپنده سخت شده و به ترحم گویا پشه است که جان باختنش چین یک دانه ارزان منزلت ندارد. از قضا بیچاره ای را دچار آیند که جانش به حلق آمده است و برای کمک به آنها مراجعت کرده است، با همان دلسنگی و خونسردی ازلیشان تأکید میکنند که مردن بخواهی مرحمت بمیر، اما در پیش آنها نه. بیرو در دوری ها با خدای خودت حساب و کتاب بکن، به آنها خلل نرسان، باری بر زیاد هم نگرد. خلاص یک زمره از شفقت دور دل سنگان و دل سگانند. دماغم پاکیزه ساخته است به حدی که از کردودش خودم نفس تنگ می گردم. تعفنش مغزم را گیج می کند و دلم را به حضور. عجب که در بین ما زیادند این دل مردگان. آهکشان از دل می گذرانم من و به شکسته شدن یخپاره های زیر پایم چندان اعتبار نداده همان آزرده خاطر برای خود ادامه می دهم. کجا می روم من؟ نامعلوم. ندارم جایی که از این سرمای بیدار و بیداد سری خود را به پناهش ببرم. پایهایم را حس نمی کنم و آنها
در درون پای پوشی نیم داشت دو پاره تراشه را میمانند. اکنون در شکنجه سرمای طاقت ناپذیر مانده حس کردم که آن را در حالت سردرگمی به جای موزه درونش موینه نو زمستانیم پوشیده، پس به حد بیهوش بودم. خودم بخبر از رانده شدن در حال شاک افتادم. از سر قهر و ضرب بیرون برآمدم. سر به گریبان موینش جای جای کوی خورده چکمنم میکشم. دستان سرمازدم را اول به کیسه هایم خسته و در آن امید نجات پیدا نکرده با زور ارادت تا لبهای کرخته می آرم و می خواهم با نفسم گرم سازم. اما نفسم هم سرد است مگر دستانم یگان گرمی حس نمی کنند. قلبی از سرمای وحشی فشرده شدم به درد می آید. حقیری و بیقدری خودم را در پوست و گوشتم سنجیده می سوزم و می سوزم. بعد با دلغشی می اندیشم که شاید خودی من هم از همان طرفه مردمی دلش سنگ و انصاف خورده ای هستم. اگر نه چرا سالیان پیش از دست ناداری ها به تنگ آمده زوجه و دو فرزندم را به حالشان گذاشته به این شهر آمدم؟ چرا راحتی جان و تن خود را از تشویش عزیزانم بالاتر و والاتر دانستم؟ آمدم و آن عزیزان خود را بالکل به دام فراموشی گذاشتم. پس من هم از سگ دلان کم نیستم. شاید نسخه برجسته این خیلی بی انصافم و اکنون ای وای من و عمری بی ثمرم. وقتی که پای در گل فرو ماندم شیرین شیرین یادشان میکنم و امید دارم که گناه های منی از مرز دیانت بیرون رفته را ببخشند. باز روی خوشو از برشان جای بدهند. نامرد، ناکس، خود را سرزنش کرده دندان میسایم من. اما از سردی هوا صدای شق شق به هم زدن دندانهای اکنون سیرک و کرم خوردم به گوشهایم می نشیند و همان درد آمیز از سرمای قهرتون شته آبدار خورده و اندامم لرزیده و لرزیده می اندیشم که چی علاج؟ جزای گناه های خود را می کشم. هرچی در مزرعه عمر بی پروا کشته بودم در گشت حیاتی بی شفقت در بند مشقت امروز ناچار می دروم. در یاد دارم زمستان را با دشواری ها پسی سر نموده با نسق به بهار رسیده بودیم. حالا ایام تود پس و من سرابان آیله یک ذره از تشویش ها وارستم. به آب دیدگان زوجم مهتاب نگاه نکرده یک گاوی دنبورقاقمان را که حالا دهانش به سبزه ها رسیده یک پیاله زیادتر سفیدی می داد و
چرخی روزگاری عائله را منظم می‌گرداند، به بازار درآورده فروختم و به پولش چپته هواپیما خریده نهایت خود را از مسئولیت سرآوری عائله آزاد یافتم و در دفتری عمر بر روی زوجه و 2 کودک نوپایم یک خط سیاه کشیده به این مملکت دور آمدم. اینجا مدت کار و مقدار نقدی نیافته، جوش حیات را به گونه دیگر دیده، به تحقیق همین عقل ناقص خود فهمیدم که زندگی چی لذت گوارای داشته است. زندگی فقط از تپ و تیز، دو و تاس از پی آب و دانه نبوده، بلکه راحت های بی مثل هم داشته است. اما من قبلا تنها با اندیشه غم روزگار، نان بیاب، آب بیار، کودکان گرسنه نمانند، زنم بی لباس نماند بودم. در همین گیرودار بی آخر زندگی خودم را بالکل فراموش کرده بودم و اکنون مدت از وطن دور شده عالم را با چشمان خودم به گونه مطلقا دیگر یافتم و آن لحظات در دل عهد نمودم که حتما برای خودم یک زندگی شایسته می آفرم. زن و فرزندان هیچ گپ نه، به علاج خودشان روزشان را می بینند. اگر بدون دوربینی قطارک زایده باشد، اکنون بگذار زنم خودش غمش را خورد. سبک دل خود را می برداشتم من. وی هم بدود کار کند، مشقتش چی بفهمد و فرزندانش را کلان کند. نوبت اوست، به من کاردار نباشد. من اکنون یک مرد کاملا آزادم و این طور با مصلحت یک دوستم از مردم محلی معشوقه یافتم. زن عالیه بود او. وقتی به خانه اش کوچیده گذشتم، شوهری عرق مستش را از در خانه بیرون کرده مرا با آغوشی باز قبول کرد. آن مردی ریشش رسیده و سر و رویش ورمیده در حضور من از دست زن خود چند شپاتی آبدار خورده، دیدگانش نم با یک طرز عجیب به چشمان من نگریست که حالا از یاد آن نگاه های آگنده به حسرت تمام جسم و جانم می لرزد. اما آن لحظه منی از کردار مرداری فرشتم بیخبر، خروسوار، سینه دمانده، با تمسخری آشکار تا از زینه ها پایین آمدن او را با نگاهم گسیلانده بودم. این طور زندگی شاهانه من آغاز گردیده، همه رنج های پیشینم فراموش گشتند. فهمیدم که اگر بتوانی حیاتت گل هم می کرده است و راحت جان نیز می شده است. اینک خانه گرم داشتم، آغوش نرم در خدمتم، سر و تنم شسته و آزاده بود و مدام بوی گلاب می کرد. خلاص آدم جان بودم من، می خوردم در پیشم و ناخوردم در قفا. هر روز از دم در با بوسه گرم با کار گسیل و بگاهی باز با گلبوسه نرم قبول می کندم. خلاص خودم رو در آسمان هفتم می دیدم.
روی ابرهای نفیس، یک افسانه زنده. از یاد آن لحظات شیرین و گوارا دلم گم میزند و یک تبسم کرخت هم ورد لبانم می شکفد. اما از تیری سرما که از جوشن جانم به ایبا می گذشت، زود مجروح گشته ناپدید و به ندامت مبدل می گردد. در روبروی من یک مغازه شیشه بند پیدا می شود که از دیگر بناهای در قبط یکمشان دکانهای بشمار داشته فرق می کرد. وی به شکل نو و جذاب بنا یافته بود و خیلی نظرربا می تافت. از داخل همین مغازه آینه بند روشنی کنده به چشمم می‌خورد. در پیش تیره‌زه برقدی شیشه‌هایش از نفس سرمای شب یخ بسته چند صورت مرد و زن پیدا بودند که در تن لباس‌های گرم به سمت کوچه خلوت نگریسته خاموش و راست می ایستادند. امیدم روشن نزدیکتر رفتم و خدایا به چه چشم بدیدم که آنها آدمکانی پلاستیکی هستند و لباسهای تنشان برای نمایش است. بعد از دور یک جفت چراغ ماشین نمودار گشت که عاجل پیش می آمد. امید دوباره در قلب میرنده من لانه گذاشت. من پایهای کرختم را کشاله کنان از پیاده گرد به راه کلان برآمدم و به سوی آن ماشین دست برداشتم. اما راننده مرا شاید یگان بدمست یا کوچه‌گرد طرار گمان برده همان با سرعت از پیشم گذشته رفت و من در زبان شده دشنام دوباره در نیمه شب سرمایی در کوچه وسیع این شهری حالا برایم برابر جهنم با اندیشه های خود تنها ماندم. خود را سرزنش می کردم که چرا به پیش پای آن معشوقم افتاده بنده و صدقه نشدم. آب چشم ریخته ترحم نخواستم. پس یک عقل باخته سوار اسب غرور و ناموسی به ارزش بودم. من وی یک مرد نسبتاً جوان و تنومندی را به خانه دعوت کرده من اکنون بیمار و ناتوان را در همین شب بیداد به کوچه راند. اقلاً فکر نکرد که در این سرمای مرگزا حال من چی می شود. من هم پس نآمدم. بروی معشوقه خود یک پارچه توف کردم و سری ناموس و شدت غضب از آستانه بیرون قدم نهادم. به حالا شاید 1 ساعت یا 2 ساعت یا که از این هم بیشتر است که زیر آسمان کشاد پرستاره حیران می گردم و حس می کنم که از دوری های سمای چکمپوش آن اجرام نورانی به حال من پوزخند می زنم. علیه من شوربخت مرگ را کش می دهند. پایهای کرختم به امید
تن لرزانی مرا از یک کوچه به کوچه دیگر می کشند و می برند و تا زمان شدت سرما را فراموش سازم. من زود زود از این و آن فکر می کنم و حالا از خیالم می گذرد که حیاتم غالباً یک لب افسانه ای را می ماند. این زندگانی پرنیانی تا وقت ادامه کرد که قوت در کمرم باقی بود. ماه گذشت، سال گذشت و زنگار زندگی تنم را افسرده. اکنون نه آن مردی شهوت نشان بودم که میان من و معشوقم خنکی افتاد و رفته رفته کار به جایی رسید که من به یک کالای نادرکار مبدل گشتم. حالا پر و بالم ریخته یک مرد افسرده و بیمار و نهایت ناچار هستم. یک آدمی درد سر. همبالین هرلقایم بعد هوشی مرا به جایش آورد. به من نانخوری زیادتی لازم نیست، گفت برایم دویده و از دامن آسمان ها فرو کشید و بروی خاکم نشاند. این طور مرا سگواری بیراند از درش، از برش. بلکه سگ می بودم غالباً در برش می ماندم، اما مرا بیراند از خانهش. آن خانه آباد به حمای دو انگشت باریک و در حلقه انگشترین های بی‌بهایش من خودم آنها را در روز مولودش خریده و تحفه کرده بودم. از شیطالنگم گرفت و دور افکند. بسان یک لباس تکپوشی کهنه و چرکینش و همان چکمنی را که وقتی از وطن آمدم در تن داشتم با یک کراهت آشکار سر کتفم گذاشت و گفت تو آزادی، اکنون 4 طرفت قبله. ابله از کنج لبان لرزانم این دشنام کنده شد و به گوشهای خودم دلخراش رسید و از غضب به زمین توف کردم. توف من تا به زمین نارسیده در راه یخ بست و بر روی پیاده گردی نیز از سرمای شب فشرده و کرخت با صدای شنوا برخورد. به اطراف چشم دواندم. درختان قدیراه سراسر کفم پوشند و دستان بلوری خود را به سما گردانده و گویا از درگاه پروردگار عالم ترحمی می‌خواستند. اگر تشنه هنگام تشنگی شدید از آب اندیشد و گرسنه از نان، من سرما خورده از گرمی می اندیشیدم. این دم از صندلی بابایم یاد آوردم که در میان 4 دیواری دود زده گذاشته شده در شیفت خانه موری دود برا داشت. بابای و بیبیم و بعضن من آن زمان بچه خیلی شوخ در اطرافش میشینیم و پایهای خود را از لب کرپه غفص به گرمخانه آن می اندازیم. گرمیش عجب راحت بخش بود. من با پاچه‌ام
گاه پایهای بابایم و گاه پایهای بیبیم را قطیق می کنم و ناگه بین پیران سالان مناظره و مناقشه برمیخیزد. من این حال را دیده میخندم. بخاری چوینی خانه‌مون چی؟ آن هم گرمی فارم داشت. پدرم هر بگاه کنده ای را کفانده تراشه می کرد و من و دادرکم پرخه های از دندان تبر به هر طرف پریده را چیده در گوشه جمع می نمودیم. مادرم از تراشه ها شکمی بخاری را پر کرده از دامنش آتش می ماند و از بالایش مقدار زغال می انداخت. پس از لحظه بخاری ما می تفسید. من تازان بیرون برآمده و از بینی ناودان یخی را جدا کرده زود بر می گشتم و به دور بخاری شیشته همان یخ را به شکمی اکنون سرخ شده آن می خلاندم. بخاری تفسان می خندید و می خندید. یخی دستم میل میل می گریست و می گریست و من از صدای آنها ذوق برده و خرسندی می کردم. اما ناگه یخ تماما آب شده دستی من به شکمی بخاری می رسید. به همون لحظه فیغانم به آسمان می پیچید. چی دورانی بیغمی داشتم. یادی آن ایام رنگین مرا مدت مشغول داشته. بعد چون شهاب از ماورای گونه گونه حادثاتی گاه ها خندزا و گاه ها تأسف انگیز این واقعه در شام ذهنم پیدا می گردد. شما قسمت اول گفتار ادبی را از روی اثر نویسنده خوش سلیقه شریف خلیل در قرائت مغفرت یوسفی شنیدید. سر به پای زندگی بنهاده میمیریم ما. زاده مهنت زاده میمیریم ما. زندگی هر چند گیر دابی مرکب میتنه. ساده ساده زیسته هم ساده میمیریم ما. ساده ساده زیسته هم ساده میمیریم ما. مجمعی عیب و گناه بوده مگر در زندگی. با همه
بگونه آزادم میره ما مستی ما هستی ما بود نپستی ما ساغر بینه مگر به بادم میره ما ساغر بینه مگر به بادم میره ما دیگران جان دادم میرند از دستی اجل تا مجالی واپسین دل دادم میره ما مثل مردی قله پای ما یکی مرگش قله است از بلندی سخن افتادم میره ما از بلندی سخن افتادم میره ما از بلندی سخن افتادم میره ما